سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. اینجا کانال TCMAI و قراره تو این ویدیو درباره ایجنت ها با هم صحبت کنیم. اگه ویدیوی اون برگشتم بعد از چند ماه ندیدید، میتونید اون ویدیو هم ببینید. اونم داخل هم کانال استیگمر گذاشتم، هم داخل TCMAI به صورت کلابریشن میتونید ببینید. اونجا یه سری توضیحات درباره این دادم که وقتی اینترنت قطع بود چه اتفاقاتی افتاد. اما الان که اینترنت داریم، به نظرم فرصت خیلی خوبیه که درباره آپدیت هوش مصنوعی با هم صحبت کنیم، درباره اتفاقاتی که افتاده و همینطور چیزای جدیدی که میتونیم یاد بگیریم. تو ویدیو امروز درباره ایجنت ها با هم دیگه صحبت میکنیم. ایجنت ها یا همون مأمورین به زبان فارسی اگه بخوایم صحبت کنیم، ابزاری هستند که برای ما یه کاری که مشخص کردیم و انجام میدن. به طور مثال ما داخل ایجنت ها دسته‌بندی‌های مختلف داریم. من یه ایجنتی که خیلی باش کار میکنم، ایجنت های برنامه نویسیه. بدون اینکه حالا خودم اونقدر نیاز باشه ورود کنم، با مدیریتش، با اینکه پرامپت بهش بدم، با اینکه اون محصولی که برای من میسازه رو تست کنم، صرفا بهش میگم که اینجای کد رو عوض کن، این فیچر رو بهش اضافه کن، رنگش رو عوض کن، کار مختلف انجام بده و در نهایت حالا به یه برنامه، به یه وبسایت یا به یه فیچر روی یه وبسایتی که از قبل ساخته شده میرسیم. این فقط دسته اول بود، یعنی کد ایجنت ها یا اون دسته ابزاری که کد برامون مینویسن فقط یه قسمت خیلی کوچیکه. حالا من بخوام مثال بزنم، میشه به کد اکس اشاره کرد که مال اوپن ای آی، واسه میشه به اکانت چت جی پی تی تون، آنتی گراویتی هست، کلاد کد هست و همینطور کرسر که خود کرسر یه عالمه API مختلف داره و بهتون اجازه میده از زبان‌ها و مدل‌های مختلف استفاده کنید. کامل ترینه به نظر من کرسر، خیلی کامل. البته اگه بخواید از دید اینکه یه مهندس نرم افزار کامل داشته باشید، میتونید رو کلاد کد بهتر عملکرد داشته باشید. تو تجربه‌ای که من داشتم، اگه میخواید آماتور تازه وارد این داستان بشید، میتونید از کرسر استفاده کنید. اما اگه حرفه‌ای رو میخواین حتی مبلغ بیشتری هزینه کنید، میتونید برید سراغ کلاد کد و حتی مدل‌های مکسش هم استفاده کنید که یه برنامه خیلی با کیفیت بهتون بده. مهم هم نیست که میخواید چه کدی بزنید، حتی از HTML CSS JS که یه وبسایت ساده رو بیارید بالا، یه CMS بسازید، تا وردپرس، افزونهای وردپرس، قالب وردپرس، یا حتی اگه بخواید حالا ریاکت و نود جی اس و چیزای مختلف کار بکنید، میتونید روی کلاد کد، کرسر و آنتی گراویتی و کد اکس حساب کنید. من خودم برای کارهای وردپرس هم ازش استفاده میکنم، یه وقتی باش اپ اندروید میسازم، با اینکه من تو زندگی مثلا بلد نیستم اپ اندروید بسازم، ولی با کمک ایجنت ها میتونم راهنماییشون کنم و بهشون بگم چی میخوام. بعد یکی دو بار تلاش یا حالا یکی دو ساعت اینکه پرامپت جابجا بشن، اینکه بهشون بگم دقیقاً چی میخواد، اون اصلاحیه‌ای که میخواد و بهشون بدم، یکم سر کله باشون بزنم، اپی که میخوام برام میسازن و میشه ازش استفاده کرد. درسته که حالا یکم هنوز به اون بلوغ نرسیدن که 100% با پرامپت اول شما رو به هدفتون برسونن، ولی اگه یکم حوصله داشته باشید، یکم وقت بذارید، میتونید با پرامپت های مختلف، با جزئیات مختلفی که بهشون میدید، به اون اپی که میخواید، به اون هدفی که دارید برسید. بریم سراغ دسته بعدی. دسته دوم ورک فلوان. حالا خود AI ایجنت هایی هم که برای کد هستن، خودشون یه جورایی ورک فلوان، ولی خب مخصوص کدن. یعنی شما نمیتونید ازشون سوالاتی غیر از کد بپرسید، در نهایت میان یه جوابی بهتون میدن که ربط داره به کد. میتونید ازشون سوال مختلف بپرسید، ولی بهتون اکثر وقتا میگن که یا کدش رو بزنم یا اینکه بیا درباره کد با هم صحبت کنیم. یه جوری هدایت شده و تربیت شده، منتور شده برای کد هستن. ولی اگه شما بخواید به طور مثال یه AI داشته باشید که ایمیلاتون رو چک کنه، بهتون خلاصه از اخبار روز بگه، کارهای مختلف براتون انجام بده، باید برید سمت ورک فلو. ورک فلو چیکار میکنن؟ شما میتونید با متصل کردن نقاط مختلف سیستمتون بهشون دستور بدید که یه کار خاص انجام بدن. به طور مثال فرض کنید من از انیتن استفاده میکنم و بهش میگم که زمانی که داخل تلگرام یه پیام بهت دادم از یه یوزر خاص، برو داخل گوگل اون موضوعی که من بهت گفتم رو سرچ کن، یه مقاله برام درست کن و توی سایت وردپرسیم آپلودش کن. من وردپرس رو خیلی مثال میزنم چون که کار خودم با وردپرسه و آشنایی خوبی باهاش دارم. میترسم واسه CMS های دیگر رو مثال بزنم سوتی بدم، ولی خیالم از وردپرس راحته که به انیتن وصل میشه. و شما میتونید به همین سادگی یه وبسایت داشته باشید که با موضوعی که شما بهش میدید یه مقاله براتون درست میکنه، عکسشو میره از جی پی تی خودش میگیره، جنریت میکنه، حتی خودش به جی پی تی میگه جنریت کنه و حالا بعد از اینکه جی پی تی جنریت کرد میگیره و روی وبسایتتون
پابلیش میکنه. این فقط یه مثالش بود که براتون انجام میده. مهمترین چیزی که حالا جدیدن خیلی وایرال شده، مثلا حالا تو زمانی که ما اینترنت نداشتیم آفلاین بودیم، اوپن کلا بود که روی مک مینی اجرا میشه و فکر کنم بر ویندوز هم هستش، ولی خب دسترسی یعنی اون توانایی که روی مک مینی داره به خاطر چیپ‌های سری M و M4 خیلی عملکرد خفن تری داره و میتونه به عنوان کارمند شما باهاتون ارتباط بگیره، میتونه تمام کارتون رو انجام بده. البته یه سری محدودیت ها داره، مثلا برای پیمنت ها ازتون اجازه میگیره، اگه یه چیزی بخواد پرداخت کنه میتونید بهش بگید که قبل از اینکه از کارتم برداشت کن، مثلا یه تبلیغ ران کنی ازم اجازه بگیر و یه سری دسترسی ها ازتون میگیره، ولی تمام کاراتون رو میتونه انجام بده. یعنی از صحبت کردن با مشتری یا هندل کردن سفارش یا کارهای مختلف. من یه قسمت خیلی مهمی که سعی میکنم داخل کارم خیلی روش کار کنم اینه که برای بیزنس ها هم پیشنهاد بدم. بچه‌ها ابزار فقط ابزار هوش مصنوعی نیست که برید عکس بسازید، امتحان دانشگاهتون رو بدید، کارهای مختلف باش انجام بدید. یکی از بزرگترین کاربرداش داخل بیزنسه و این سیستم اتوماسیون ها، حالا تو فارسی بهش میگیم اتوماسیون، داخل انگلیسی بهش میگیم اتوماسیون، یا این خودکارسازی، این که همه کاراتون روی روال انجام بشه و یه سیستم شما بسازید، این خیلی داخل بیزنس مهمه. و شما فرض کنید روزانه 1000 تا سفارش میگیرید و بخواید با 1000 نفر ارتباط برقرار کنید، چه درد سری میشه. ولی زمانی که بیاد از ورک فلو استفاده کنید، از انیتن استفاده کنید، از اوپن کلا استفاده کنید، خیلی کارتون ساده تر میشه و به جای اینکه شما بخواید وقت بذارید برای اینکه صرفا یه سری باگای کوچیک و تکراری حل کنید، میتونید تمرکز رو کار مهمتر یا حتی روی اون گسترش دادن بیزنستون. خب الان اومدیم روی سیستم و دلیل اینکه میخوام این کارو بکنم اینه که میخوام آنتی گراویتی رو بهتون معرفی کنم. ایدی که براتون میتونه کد بنویسه فقط با پرامپت و مدیریتش کنید، کداتون رو مدیریت کنید و پروژهاتون رو پیش ببرید. من خیلی ازش استفاده کردم، حالا الان میبینید یکم پروژه‌ام کمتر چون روی یه اکانت دیگه ازش استفاده میکردم. اما موردی که هست اینه که شما زمانی که وارد آنتی گراویتی میشید میتونید، حالا الان دارم آپدیت میکنه، میتونید آیدی شو نصب کنید. آیدی اون محیط کدیه که شما میبینید حالا کداتون چطوریه، فولدراتون رو مدیریت کنید. ولی من اینجا میخوام صرفا بهش یه پرامپت بدم و بهتون نشون بدم که چقدر سریع میتونه منو به یه حالا فایل HTML برسونه. پرامپتی که از جمینای گرفتم، گفتم با استفاده از HTML CSS JS یه داشبورد تک صفحه مدرن و مینیمال بساز بر مدیریت ایجنت های هوش مصنوعی. حالا دیگه بقیه‌اش جزئیات. بچه شما هر چقدر هر کاری میخواید با هوش مصنوعی انجام بدید، چه میخواید عکس بسازید، چه میخواید امتحانتون رو براتون بده، چه هر کاری میخواید انجام بدید، لازمه که جزئیات زیادی بهش بدید. هر چقدر جزئیات بیشتری بهش بدید، نتیجه خروجی بهتره. من حالا اینجا اینطور رو میزنم که بره داخل کار و شروع کنه پردازش کردن و شروع میکنه فکر کردن، قسمت های مختلف کار رو شروع میکنه آنالیز کردن و پیش خودش فکر میکنه که باید چی کار کنم و چطوری این کار هندل کنم. شروع میکنه الان فایل HTML منو ساختن. حالا من یه چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که شما میتونید مدل‌های مختلفش هم تست کنید. الان مدلی که من داشتم GPT OSS بود که فایلم هم ساخت، خیلی سریع ساخت به نظرم. حالا شما هر چقدر مدل رو حرفه‌ای‌تر و سنگین‌تر کنید، این ساختش ممکنه بیشتر طول بکشه چون نیاز داره که فکر کنه. من کد رو کپی میکنم چون آیدی شما نصب نکرده بودم، فقط کد HTML بهم داد، من آوردمش داخل VS Code و حالا داخل فایل HTML خودم کپی پیستش میکنم. البته شما اگه از کد X استفاده کنید که من اینجا دارمش، با کد X هم من خیلی پروژه هندل کردم، مثلا حالا برای افزونهای وردپرس. بچه‌ای که وردپرس کار میکنن میدونن چقدر افزونها مهمن و برای قابلیت‌های مختلف خیلی با کد X کار میکنم. اگه لود بشه خیلی اینترنت داره اذیت میکنه. من این اپی که برام ساخت و ران میکنم. البته بذارید ببینید اینجا من 17 تا چت الان با کد X دارم که برای کارهای مختلفش استفاده میکنم. اجازه بدید من اینجا داخل اج رانش کنم. داشبوردی که الان برای من ساخت آنتی گراویتی صرفا اینه و دقت داشته باشید که این با یه مدل خیلی پایین با GPT OSS ساخته شده. من اگه اینو سویچ کنم روی مثلا
جمنای 3.5 فلش و دوباره پرامپتو بهش بدم، خیلی چیز بهتری انتظار دارم برام بسازه و الانم با هم دیگه تستش میکنیم که ببینیم چطوری. رفت داخل کارهای مختلف، الان داره فکر میکنه که باید چی کار کنم، چطوری بسازمش، اون لایف فیدبکی که میخوام چه شکلی باشه و شروع میکنه ساختن. اینجا فایلم به من داد، اول یه فایل پلن بهم داد و حالا میتونم اگه موافقم بهش بگم که کارشو ادامه بده. چیزی که برا من نوشته اینه که حالا رنگشو مشخص کرده، قسمت مختلفشو مشخص کرده و بهش میگم که بسازش و فایلش رو بهم بده. اصلا نیازی نیست انگلیسی باش حرف بزن، البته اگه انگلیسی باش صحبت کنید خیلی نتایج بهتری بهتون میده، اما اگه فارسی هم باش صحبت کنید باز کارتون را میندازه و اون نتیجه‌ای که میخواید و بهتون میده. خب بچه همونطور که میبینید داشبورد تک صفحه ما رو ساخت. الان من اگه روی این فایل کلیک کنم یه دونه فایل HTML اینجا برام باز میکنه و میتونید ببینید که 1134 خط شده. من اشتباهی اینجا داشتم راهش رو کپی میکردم، اون مسیر فایل رو کپی میکردم، اینجا رو کپی کانتنت میزنم و میارمش داخل VS کدم، یه کنترل اس میزنم، صفحه‌ای که روی اج داشتم و یه دابلیکیت میگیرم که بدون رفرش شدن یه تب جدید برام بسازه. همونطور که میبینید جزئیات خیلی بیشتری داره و ظاهرش هم یکم بهتر. ببینید اینجا هاوری که داشت فقط یه بوردر سبز بهش اضافه میکنه، ولی اینجا هاورش یه حالت موشن تور هم داره، باکس ها میان بالا و یه باکس شادو هم داره که خیلی خوشگله. اینجا هم حالا اون آوتپوتی که میخوایم و به صورت لاک شده به همون میده. حالا این چیزی که اینجا هست صرفاً یه حالت دمو ماننده، قرار نیست با HTML CSS JS شما یه بیزنس را بندازید، ولی اون نمای اولیه رو بهتون میده. و حالا اینجا چیز باحالی که من متوجه شدم اینه که من اگه اینجا مکس بزنم اینجا لاگ میزنه که این ایجنت با به دست اپراتور متوقف شد. من الان دوباره اجرا بزنم باید راه بیفته. دوباره گفت که این ایجنت را افتاد و این تفاوت AI ایجنت هایی که حالا رو مدل های پایین تر ران میشن یا دقت بالاتری دارن. من 2 تا افزونه روی راستچین منتشر کردم، یکی پکسا یکی نرخینو و 0 تا 100 رو با AI زدم. حالا بجز چیزای گرافیکی و محتواش، خود محتوای کدش کاملا با AI و من حتی یه خط کد نزدم و پابلیش شده. حالا لینکاشون رو براتون داخل دیسکریپشن میذارم، اگه دوست داشتید بهشون سر بزنید. داستانای خیلی خفنی دارن که یه روزی براتون حتما تعریف میکنم. ولی چیزی که میخوام بهش برسم اینه که من 2 تا افزونه با هوش مصنوعی فقط ساختم بدون اینکه حالا دانش فنی داشته باشم. درست از نسخه های پولیش استفاده کردم، رفتم کرسن خریدم، رفتم کد اکس خریدم، یعنی اون چت جی پی تی پلاس خریدم که کد اکس هم روش بود. ولی خب در نهایت بدون اینکه یه دانش فنی داشته باشم تونستم کد بزنم و ازش استفاده کنم به عنوان یه محصولی که داخل یه مارکت خیلی بزرگ داره به فروش میرسه. دمتون گرم که تا اینجا این ویدیو رو دیدید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. یادتون باشه که یه مسیر خیلی طولانی رو با هم دیگه شروع کردیم که آخرش خیلی قشنگه. پس اگه دوست دارید شما هم جزو این کامیونیتی باشید حتما لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام هم داشته باشید. هنوز کانال تلگرام برای هوش مصنوعی نزدم، راه ارتباطیمون فقط اینستاگرامه و یوتیوب. و اگه دوست داشتید میتونید از طریق لینک ریمیت داخل دیسکریپشن هم دونیت کنید و حمایت مالی انجام بدید از برنامه. اگه دوست داشتید اختیاریه و مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا.